إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. آیه 82 سوره نحل. دایات قبلی الله متعال بعد از ذکر مثالایی که برای موحد و مشرک یا معبودی بر حق و باطل بیان کرده بود که معبودی بر حق همیشه به عدالت قائم است و همه چیز از کرده میتونه، همه تصرفاتش نافذ است، اما معبودی باطل به مثل گنگ و کر است که کور است که هیچ چیز دیده نمیتونه، بوج بالای دیگر است، یعنی از علم عابدین، از حال عابدین خود خبرداری نداره، آواز و فریادشان شنیده نمیتونه، هیچ چیزی را کدام خیر برش آورده نمیتونه. بعد از الله متعال نعمتایی که برای انسان ارزانی کرده که سبب معرفت توحید و یکتاپرستی الله میشه، او را بر ما ذکر کرد. اولی الله متعال میفرماید که اگر با وصف عمیق قدر روشنی ها در مورد توحید الله و یکتاپرستی الله و معرفت الله بازم مردم سرکشی میکنه و از نعمتهای الله درس نمیگیره، پیغمبر علیه السلام تسلی میده که سری تو فقط بیان است. چرا؟ قاعده است که این معنای ازیره نداره که بیان تو ناقص است یا اثر نداره. بیان تو خیلی کامل و رسا و بلیغ است، اما جانب مقابل که مخاطب است او اهلیت برداشت ایره نداره. چرا؟ برای تاثیرگذاری یک امر نه تنها خود یموشه خیلی زیاد تاثیر داشته باشه، بلکه محل قابلیت پذیرش داشته باشه. این مردم ها چون پرده های لجاجت و تعصب و ضدبازی در رویشان آمده، حقایقی که با وصفی که خیلی روشن است یا درک کردن نمیتونه. پس تو خفه نشو، تو وظیفه تا سر رساندی، الله متعال برات اجر میده، یعنی این ضایع نمیشه. اما نقصان در جانب مخاطب است که از این نعمتهای بزرگ الله متعال هیچ درسی نمیگیره، شکرگزاری نمیکنه. از خاطر الله میگه فین تولوا، اگر یا اعراض میکنه نمیپذیرن دعوت تو را، فانما علیک البلاغ المبین، سر هیچ کدام تاوانی نداره. چرا؟ بالای تو رساندن آشکارا هست و پیغمبر علیه السلام تمام احکام الله را به وجه واضح و درست به مردم رسانیده. از همون خاطر ما و شما در حدیث مسلم تیر کردیم که وقت پرده را بالا کرد، پیغمبر علیه السلام دید که امت جماعت از پشت ابوبکر رضی الله عنه بازوجه گفت الله هل بلغت، یا خبردار که آیا من رساندم، اللهم اشهد، یا الله تو شاهد باش که ما کل احکام تو را برشان رسانیده. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. اصلا انکار از شناخت توحید الله متعال دو وجه یا دو سبب داره. یکی عدم معلومات مخاطب می باشه که معلومات کافی در این مورد نداره، این باعث بالای ازی شده که این حقیقت توحید الله را نمیشناسه. اما یک تعداد مردم حقیقت توحید شناخته لیکن از روی ضد و تعصب انکار میکنه. الله متعال در اینجا امو فرقی که حقیقت توحید شناخته، نعمتهای الله سرازیر شده، سری از یا در زندگی خود تجربه کامل برشان حاصل شده، اما بازم انکار میکنه. امی مردم اشاره میکنه یعرفون نعمت الله، نعمت الله را یا میشناسن. نعمتهای الله شامل نعمتهای مادی و معنوی است، اگرچه در اینجا مفسرین بعضی نعمتهای خصوصی را ذکر میکنه، اما مراد در اینجا نعمتهای عمومی است، عام نعمت است، ام مادی ام معنوی، که از جمله دعوت توحید و عقیده توحید هم یکی از جمله بزرگترین نعمتهای الله متعال است که با واسطه انبیاء علیهم السلام برای بندگان دعوت داده میشه. این مردم ها ایران میشناسه، ثم ینکرونها، باز انکار میکنه. ثم کلمهش آورده اشاره به این میکنه که مردم ها یک کمی تأمل داری کرده، میفهمه که همین حقیقت تا کجا است. ولی همین مردم ها را یک دفعه در جریان بگذاره که شما به قبرها رفته رایسته یا از دور برش آواز میکنی، مشکلتان حل کرده میتونه، از حالتان خبر داره، از خود دفاع کرده میتونه، همین گپ کلشان درک میکنه. اما بازم چون که سالا همین کار کرده، ننگ برش معلوم میشه که چطور ما این رها بکنیم. از او خاطر ثم ینکرونها، باز نعمتهای الله را انکار میکنه. و اکثرهم الکافرون، اکثری از یا کفار است. این دو مطلب داره. یک مطلب است اکثری از یا کافر است، کلی از یا کافر است که قبول نکرده، نه اکثری از یا کافر است بنابر دید و بصیرت، خب حقیقت برش واضح شده لیکن بازم انکار میکنه.
خیلی کم مردمی از یا است که حقیقت درک نکرده انکار کرده. پس انکار دو وجه یا دو سبب پیدا کرد. یکی از روی عناد و ضد بود که حقیقت برش واضح است لیکن بازم انکار میکنه. یکی از روی جهالت و نادانی بود که حقیقت درک نکرده. یا معنی و اکثرهم الکافرون، اکثری از یا منکر هستند، یعنی نعمتهای الله را هیچ قدرش نمیشناسه. و وصفی که الله سرشان انعام کرده، آلی استفاده از نعمتهای الله ذریعه و سبب برای معرفت منعم است که منعم آدم بشناسه قدرش بکنه. اما این مردمان نعمتهای الله را خورده رویست، هیچ نوع نعوذ بالله سپاسگزاری یا قدر نعمت الله را نمیدانه. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، الله متعال حالات قیامت در اینجا تمثیل میکنه برای از اینکه این مردم یک کمی بیدار شوه. این دنیا اینطور نیست، فکر نکنن که نمی ناز و نعمت است همیشه همیجا هستیم، بلکه از این دنیا رفتن است و اونجا در مورد تمام اعمال مکمل سوال کرده میشه و سر تمام اعمال شاهد تیر میشه. شاهدام یک تانه است، دو تانه است، برای الزام، برای از اینکه تو خود رسوا شوی او زیر فشار بیایی. انواع شهدا وجود داره. زمین سری تو شاهدی میده، اعضای تو سری تو شاهدی میده، ملائکی که همیشه قد عمر قد تو یک جا بود تمام کردارای تنوشته میکرد دو سری شاهدی میده. الله متعال خو علیم است. از او خاطر انسان باید وقت درگیر در بین اینقدر شاهدا باشه چطور قدمی کج بگذاره نعوذ بالله از راه مستقیم، باید راه انحراف نپیمایه. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، در روزی که ما بلند کنیم از هر امت یک شاهده، یعنی که سری اعمال از وا شاهدی بده. ثم لا یؤذن للذین کفروا، اونجا پیغمبر شاهدی میده برای دعوت و تبلیغ خود. کسی عذر پیش کرده نمیتونه که الله برای ما احکام تو نرسیده بود، حقیقت عقیده برام بیان نشده بود. الله متعال شاهد پیش میکنه. چرا؟ هر پیغمبر برای امت آمده حقیقت توحید الله را در رأس دعوتای خود برملا کرده، آشکارا کرده. عذر پیش کرده نمیتونه برای شرک خود. ثم لا یؤذن للذین کفروا، باز اجازت داده نمیشه برای کسانی که انکار کرده از دعوت حق. ولا هم یستعتبون، و نه از او عذرخواهی کرده میشه، یعنی توبه از او قبول نمیشه یا چیستا فرمایش راضی ساختن الله هم از یا پذیرفته نمیشه یا در صدد یزی میشه. مثلا در دنیا اگر آدم گیر بیایه یک کاری میکنی، اول خود چالاکی میکنی که خود خلاص بکنی. الله متعال میگه که نه، اونجا مسئله چالاکی نیست. یا است که بله من خو گناه کردم، خیر است تو از شفقت و ترحم کار بگی مرا معاف بکو. در روز قیامت این گپا نمیشه که برای از یا موقع عذرخواهی یا موقع قبولیت توبه داده شود. چرا؟ او دار جزا و پاداش است، دار عمل یا سپری کرده، اما اینجا به هوش نآمده بودن. و اذا رأى الذين ظلموا العذاب، وقتی که ببینه کسانی که شرک کردن. مراد از ظلم خو هر چیزی که در جای نامناسبش گذاشته میشه او را ظلم گفته میشه، لیکن در رأس تمام مظالم شرک است. چرا؟ این بزرگترین حقی که از الله است تو میگیری به مخلوق عاجز میگذاری، حق بندگی را برای مخلوق قائل میشی، از این که ظلم بزرگ نیست. الله متعال میگه مشرکین وقتی عذاب ببینه فلا یخفف عنهم، سبک کردن نمیشه از یا یه نمی عذاب الله متعال، ولا هم ینظرون، نه مهلت برشان داده نمیشه، یعنی نه مهلت برشان داده میشه که خیر است یک کمی مهلت بده باز بعد از عذاب بده، و نه اینطور است که یک کمی خو سختی را سر ما آسان کو ایگه پام شده نمیتونه. در دنیا این معاملات میشه اما در آخرت دیگه پا نیست. و اذا رأى الذین اشرکوا، وقتی که ببینه و کسانی که شرک کردن، کی را ببینه؟ شرکاهم، او کسایی که شریکای خودشان بود، شریکای الله را که به زعم و گمان خودشان به عقیده خودشان به امر الله شریک میپنداشتن و را ببینه. چطور میبینه؟ قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، میگوین اقرار به جرم خود میکنه که پروردگار این می معبودای بود شرکاؤنا که ما ایرا شریک میپنداشتیم امرای تو. الذين مردما كنا ندعو من دونك که ما بودیم آواز میدادیم در حاجتها و تکلیفای خود، در مشکلاتای خود بغیر از تو آواز میدادیم که در مشکل ما برس، یا علی، یا فاطمه زهرا، یا سخی صاحب، یا پیران پیر صاحب گفته صدا میکردیم. فالقوا الیهم القول، امی معبودا برش میخیزه رد میکنه گپای از یاره برای خلاصی خیش. الله بر پیش الله ای گپ مندازه برای از یا انکم لکاذبون، شما دروغ میگه، ما را کی دعوت کردی، ما را عبادت کردی، شما مطابق خواهش خود عبادت خود کردی، نفستان همی چیزا براتان مزین کرده بود،
دنبال از او رفته، در حقیقت شما تابعداری نفس خدا کرده، پرستش خواهشات خدا کرده، نه از ما را کرده. او واقعیت هم همینطور است، خصوصا او معبودایی که اولیاء و انبیا علیهم السلام است و این مردم واره معبود قرار داده. مثل مسلمانای امروزی ما که اولیاء را در هر جا حاجت روا و مشکل کشا میدانه، در روز قیامت این اولیاء میخیزه و میگه برای این مردم که شما دروغ میگه. اگر شما پیروی ما را میکردیم ما خو موحدین بودیم. چرا اولیاء کرام انبیا علیهم السلام خود دعوت به توحید داده، به سجده کردن برای خود نداده. از او خاطر یا تابعداری خواهشات خود کرده، از وارم نکرده. و القوا الی الله یومئذ السلام، پیش میکنه به سوی الله در این روز سخنان چی؟ تابعداری و اطاعت. سلام اینجا به معنای تسلیم شدن است. نه اینطور نرم و ملایم میباشه که پرسان نکو. و ضل عنهم، در دنیا خوی کارا نمیکرد، در اونجا باز تسلیم میشه. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، غایب میشه عنهم از یا ما امو معبودایی که کانو بودن یفترون، که از خود ساخته بودن، دروغ جور کرده بودن که معبود است و کلش از پیش غایب میشه، به دردشان نمیخوره. یک معنا. دوم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، و ضل عنهم گم میشه، بیفایده میشه از یا ما امو دلایلی که کانو بودن یفترون، که یا بیان میکردن برای اثبات چی؟ معبود بودن از او دلایل حالی بی اساس میشه، بیکاره میشه. دو. سوم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، از یا گم بیکاره میشه، بی اثر میشه. عنهم از یا ما او عقیده که کانو بودن یفترون، جور کرده بودن که یا سفارش ما را میکنه، سفارش هم با هیچ باقی نمیمانه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کسانی که انکار کرده از دعوت حق و بند کرده از راه الله مردم را یا نفسای خدا، اردو کار کردن. زدناهم عذابا، زیاد میکنیم برای از عذاب، فوق العذاب، بالای عذاب، به خاطری که یک عذاب در مقابل کفر خودشان است و یک عذاب در مقابلی که مردم منع کرده از راه حق. بما کانوا یفسدون، به سبب ازی که همیشه فساد میکردن. فساد از یاد دائم بود. بزرگترین فساد دعوت به شرک است که مردم از راه توحید الله منع میکنه. پس مصداقی آیاتا او نمو مردمایی هستند که از ترجمه قرآن کریم مردم منع میکنه، از یک تا پرستی مردم منع میکنه و این مردم شما مکمل میشناسید کدام طایفه است. از همون خاطر ما از یهود و نصارای قدر حراسی نداریم که از وا بترسیم که وا میایه. چرا او را میشناسه مردم که یهود است نصاراست، گاهی در دعوتشان گوش نمیمانه. ما حراس زیادی از او کسایی داریم که لباس اسلام پوشیده، خود نماینده دین معرفی کرده، اما مردم در شرک مبتلا کرده. امروز افغانستان ما دوچار اینمی مرض مهلک است که اکثر مردمای دین دوستی ما، متدین ما، در دامن امی مردمای چی باطل پرست افتاده، نعوذ بالله، به سجده کردن خود واره دعوت داده، مکمل در شرک مبتلا کرده شه. یا بسیار خطرناک است. شاید در ذهن شما همیشه همی گپا بگرده که مولوی صاحب غیر دنبال از یارا گرفته دیگه هیچ گپا نمیزنه. نه، خطری بزرگ ده جامعه ما که متوجه است از همین ناحیه است. مردم که حال حقیقت دین نمیپذیره، هر جای جنگ و جدل پیدا میشه، محرک اصلیش این همی بدبختا و همین مردم است. چرا یا دکانداری خود در خطر دیده، از او خاطر یا قیام میکنه، یا جبهه میگیره، یا سنگر میگیره، یا تبلیغات میکنه، یا تهمتا میلگانه. به این خاطر، وگرنه عوام مردم پشتی گپا را نمیگیره. عوام مردم حقیقت دین هر کس برش بیان میکنه دنبالش میروه. اما کلی گپ در اینجا است. شما ببینید که در اسلام خطرناکترین طایفه اینمیسته. یا کرم داخل است، کرم داخلی درخت کس نمیبینه، یک وقت میبینی که درخت رم چپه میشه. یا از همون خاطر علمای سلف یا رسول چی بگوی اسلام مینامه، یا فقط کرمکای اسلام است که اسلام یک روز چپه میشه و چپه شده. در هر جایی که ببینی که کفر غلبه حاصل کرده، مملکت در زیر استعمار دنیای کفر رفته، عاملش پیدا کنی حتما همین مردم است که همین مردم عامل جور شده، ذریعه جور شده و مردم در بدر کرده. از او خاطر بیداری و هوشیاری بکار است تا که درس قرآن و حدیث در بین جامعه عام نشوه، مردم حقیقت در نکنه. این مردم دست بالا داره. چرا؟ مردم خود تابعداری نمیگه پاسته. امیالی من در موبایل براتون نشان بدم، هیاهوی ببینه که عجیب گپاسته. این عبادت معرفی میکنه به مردم، مردم هم خوش است. چرا؟ برشانی طور تلقین میشه که نمی کار کردی خلاص هستی دیگه. وای در دنیا برشان معاف نمیکنه عبادت ها را. میگه اینت تو در چی رسیدی، در یقین رسیدی، سری تو دیگه نماز نیست، روزه نیست، هیچ کلی پابندی ها هست پیشت لغو میشه. پس هر کسی تو دین خوش داره که با یک معامله که چټیس نعوذ بالله تو این در الله برسی، دیگه هر کسی را خوش میکنه. سختی ها را، تکلیف ها را، محدودیت ها را
برداشت مشکلات ها را این هر کس کو نمیپذیره. این راههای حقیقت توحید خو برای خود خاراست، خار کاریدن است که تو باید دیگر رفتن نمیتونی. از او خاطر این مردم ها اونو کارا را خوش داره. الله متعال اینجا از او خاطر میگه که یا مانعینی راه الله متعال است، دو چند عذاب برشان است. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا، روزی که بلند میکنیم در هر امت شهیدا، شاهده که پیغمبرش است، علیهم بالای امتا، من انفسهم، از جنس خودشان، به اعتبار نسب از خودشان است. خب میشناخت که این آدم چی رقم آدم بود، شخصیت ازی کدام شخصیت بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم مشرکین مکه خب میشناخت. تا وقتی که آواز توحید بالا نکرده بود امین بود، صادق بود، تمام معاملات خود میخواستن فیصلهش سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه. بزرگترین معامله مورد نزاعشان ماندن سنگ حجر الاسود بود، اما سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذاره. چرا؟ به خاطر که معتمدترین شخص در جامعه پیغمبر شناخته شده بود. اما روزی که آواز بلند کرد که بیا یک الله را پرستش کنی، بزرگترین دشمن پیغمبر است. امروز هم شما امیر رقم هستی. تا وقتی که دعوت به سوی توحید الله ندادی، شما بهترین مردم هستی، با اخلاق ترین جوان شناخته میشی. زمانی که دعوت به توحید الله بدی، باز دیگه چیست؟ بدترین شخص تو در جامعه معرفی میشی. اما تو راست الله متعال میگه اونجا هم پیش گفت که در روزی که ما بلند کنیم در هر امت شاهد، اونجا به اعتبار امت بود که امتیار پیغمبرا احکام الله را برش رسانده و قبول نکرده. اینجا به اعتبار شاهداست که انبیاء علیهم السلام است. از جا سوال میشه و جینا بکا شهیدن، آوردن کنیم بیاریم تو را ای پیغمبر علیه السلام شاهد، علی هؤلاء، بالای امت خودی یا بالای تمام امتا. چرا که امت پیغمبر علیه السلام شاهدی میده برساندن احکام الله توسط پیغمبران علیهم السلام. الله متعال وقتی از پیغمبران سوال میکنه که شما رساند احکام الله را؟ گفت بله. امت سوال میکنه نه برای ما نرسیده. امت پیغمبر شاهدی میده که نه یا الله با کل امتا پیغمبرایش رسانید احکام الله را، و اعتراض میکنه، جرح میکنه، میگه شما نبودی سر ما شاهدی میدی. امت پیغمبر علیه السلام میخیزه میگه برای ما الله کتابی را روان کرده بود که داستان شما را ذکر کرده بود، در اونجا برای ما ذکر شده بود. پیغمبر شاهدی تزکیه ما و شما را میکنه که بله همینطور کتاب ما برشان آورده بودم که حقیقت حال قومای سابقه را بیان کرده بود. از او خاطر انبیاء علیهم السلام در این مورد قصور نداره. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما روان کردیم بالای تو کتاب. پیغمبر علیه السلام امروز خود تیر میشه، روزی شاهد سر استی که تو کلی آن چیزی که راه امکان هدایت از یا بود او را مکمل بیان کرده. خصوصا قرآن، کتابی که پاسخگوی تمام نیازهای انسانی است، اما چیز در اونجا ذکر شده، اما بازم یا قبول نداره. در روز قیامت چی جواب میده؟ و نزلنا علیک الکتاب، روان کردیم بالای تو، فرستادیم بالای تو الکتاب قرآن کریم مثل که بر علاوه از اینکه معجزه است کتاب، تبیانا لکل شیء، بیان کننده است، واضح کننده است، لکل شیء، برای تمام چیزا. مراد از تمام چیزا چیست؟ آن چیزی که انسان در راه هدایت خود نیاز بری از او داره. چرا کتاب الله و پیغمبران که میاد برای تزکیه مردم میاد، برای انسان سازی میاد، برای از اینکه جامعه انسانی را یقینا لباس انسانیت بپوشانه. دینمی مورد دینمی منهج را هر قدر نیازهایی که است قرآن او را ذکر کرده، یا اجمالا یا تفصیلا. اجمالش خودی پیغمبر علیه السلام بیان کرده، در غیر از او اصلی یا امر کلی تمام امور نیازمند هدایت کلش قرآن برای ما واضح کرده و پیغمبر علیه السلام او را تشریح کرده. پس اینطور کتابی که همه چیزا را واضح کرده بازم یا ایمان نمیاره، در روز قیامت چه عذر پیش میکنه؟ و هودن، برنامه جامع هدایت بود. این کتاب ما روان کردیم بر علاوه که معجزه است و تمام مسائل ضروری و چیسته که مردم برش احتیاجات داره او را کلش واضح کرده. نه یک پروگرام جامع هدایت هم است. و هودن مکمل پروگرام جامع هدایت است قرآن کریم، به شرطی که مردم به این چنگ بزنه، از تعلیمات و هدایاتش استفاده بکنه، برای خود چراغی را جور کنه، بله قطعش رابطه پیدا بکنه. و رحمت است، سراسر رحمت است اگر کسی سری قرآن عمل میکنه. و بشرا للمسلمین، خوشخبری برای کسانی هستند که تسلیم کرده با هدایات قرآن کریم خدا. این در حقیقت یک سلسله است. سلسله چطور است؟ اول چیسته؟ مرحله بیان و وضاحت است. الله قانونی که برای زندگی انسان در درجه تکاملش برسه تربیت کنه، ایرا یقینا انسانی واقعی بسازشه. اینی برنامه را الله کتاب روان کرده. در این کتاب می هدایاتی
تربیتی انسان مکمل بیان شده. این مرحله وضاحت است. بعد از اون مرحله هدایت میاد. مرحله هدایت ایره میگه که انسان فهم پیدا بکنه، تعلیمات قرآن در زیر خود بندازه که مکمل از برنامه قرآن آگاهی حاصل بکنی. این برنامه هدایت است. چرا؟ راهها برات روشن واضح میشه. بعد از اون برنامه روان شدن به می راههایی که برای تو واضح شده سر از روان شدن است که را ما و شما تعبیر به تعمیل احکام قرآن میکنیم که احکام قرآن عملی میشه. وقتی احکام قرآن عملی میشه رحمت الله خامه. این مرحله رحمت است. زمانی که انسان امی احکام الله را عملی بسازه دیگه از این که خوشی بزرگ دیگری نیست. در اینجاست که بر انسان حتما خوشی حاصل میشه. چرا انسان وقتی خود در پرتوی ببینه که فقط موافق دستورات الله متعال روان است قدم میگذاره، دیگه اگر هیچ چیزی دینی امور مادی برش حاصل نباشه، امی یک امر معنوی انسان بسیار جرأت میده، خوشبختی و خوشحالی را نصیبش میکنه. الله متعال مطور بکنه. اما برای کی؟ مسلمین که سر تابع هدایات قرآن شده باشه، نه مردمایی که اگر به خوش خودشان بود یک قانونش میپذیره، باز دیگه که خلاف طبیعتش است، باز قرآن در گوشه است، باز رواج پیش است، باز خواسته های پدر و مادر پیش است، خواسته های قوم پیش است، دوستا پیش است، او را پیش میکنه. با اون مردم بشارت نیست. بشارت به کسی است که یقینا خود تسلیم کتاب الله کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقینا الله متعال امر میکنه به عدالت و احسان کردن و دادن برای ذوی القربا، کسایی که رشته دارایت است بخشش کو بالایشان بخوران. و ینهی عن الفحشاء، منع میکنه از کارهای بی حیایی، و المنکر کارهای زشت، و البغی از تجاوز کردن بالای حقوق دیگرا. یعظکم نصیحت میکنه شما را الله متعال لعلکم تذکرون، شاید که شما نصیحت بپذیری، یک کمی بهوش شوی، فکر بکنید این مورد. این آیت جامع تمام تعلیمات اسلامی است. تمام تعلیمات اسلام در یک آیت جمع شده. از امو خاطر عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله خلیفه چیسته بگوی که در جمع خلفا میاد، در جمع خلفای راشدین میاد، او امر کرده بود خطیبا را که آیت در هر خطبه بخوانی. عالم خطبا و خطیبا این آیت در خطبه ها میخوانه. یک کسی را به نام سیفی ابن اکثم ابن سیفی یاد میکنه رضی الله عنه، صحابی است. او میفرماید که من اسلام آورده بودم، نظر به دعوت پیغمبر علیه السلام حیایم آمد که دعوتش نپذیرم، اما در قلبم اسلام ننشسته بود. یک روز حالت پیغمبر علیه السلام دیدم که حالت چی سرش آمد. زمانی که پسان حالتش خوب شد پرسان کردم یا رسول الله چرا اینطور یک حالت سرت آمد؟ گفت جبریل امین آمده بود وحی آورده بود. گفتم چی را آورد؟ گفت این آیت برام تلاوت کرد که ان الله یأمر بالعدل. گفت وقتی من مفهوم و مطلب این آیت نظر کردم دقیق شدم، گفتم که تمام خیر و برکت و هم اخلاق و عقیده را مکمل این آیت جمع کرده. یقینا که کلام بشر نیست، کلام الله متعال است. چرا که توری مطلب و مقصد در کلام بشر کسی مشاهده کرده نمیتونه که جامع تمامی ابعاد زندگی اخلاقی یک انسان، عقیدوی و عملی یک انسان باشه. این توری را من دیدم. از او خاطر گفت بعد از او اسلام ما بسیار محکم شد. عثمان ابن مزعون رضی الله عنه میفرماید که من به خاطر شنیدن همین آیت اسلام آوردم. و زمانی که به ولید ابن مغیره که آدم خیلی فامیده بود و هوشیار بود همین آیت برش تلاوت کرد و قسم یاد کرد که یقینا این کلامی است که در سر چیسته، این کلامی است که شیرینی داره، پایانش ریشه دار است، بالایش چی است؟ میوه بری خیلی داره. باز قسم خورد که قول بشر نیست.